Misal jak se درباره پارالگرام ABCD داشته است. در این پارالگرام دو دیاگونال ها دونگیان ریشه 5 و 15 بلندی پارالگرام 12 داشته است. Perimetre پارالگرام یوبن. اول تصویر کنیم. پارالگرام بگذارم این باشد و طرفهایش را نمبر کنیم. A B C D باشد و دروازی پارالگرام AC خطی راست رو انتخاب کنم. نقصر فراموش نشه. این AC برابر چند ریشه 5 و BD دیگر خطی راست BD با مشتنف آمد. دیاگونال BD برابر 15 راست خیلی خوب نشد و بلندی دادگه بلندی و دیگر رنگ کنم. بلندی ما چند 12 میگه به AB میفروید. از D به AB بلندی میفروید. دسته که می نویسم میکشم بگذارم این بلندی باشه و این به 12 برابر است. برای این سوال کار کردم و آزمایش میپرسد پریمتر یعنی طرف‌ها رو یابیم. پارالگرام میداریم که طرف‌های روبرو دیگه برابرن x کوه مردشونه اینجا رو y کوه و من باید چیکار کنم 2x جمع 2y رو یابم. طرف‌های باید یابم. چه کار میکنیم؟ یک چند راه هست. بلندی رو دوبار بلندی پارالگرام باید برکشم. در دیگر جا در اینجا کشت میتونم یعنی اینجا 12 میشد از بیرون هم کشم 12 میشد. برای چی معرفی میکنم؟ برای استفاده بردن دیاگونال ها. اینجا هم 90 گرادوس میشد یعنی اینجا هم 12 میشد. از اینجا ما چیکار کنیم میتونم نیا کنیم. در اینجا من سکونجی راستونجی دارم 15 12 و اینجا هم حرف کنم. اینجا یک گفته بود بفرم D اینجا یک هم حرف کنم که F که از اینجا من دیده میتونم که یا از اینجا ب برابر 9 هست. تیارم فیثاگور هیپوتنوز 15 کوادرات برابر است به 12 کوادرات جمع علامت سوال کوادرات بیایم. علامت سوال برابر 9 میشود. یعنی y رو به دو قسم جدا کنم میتونم 9 و اینجا یک حرف کنم. بسیار حرف استفاده میبرم 9 شد و اکنون یا کنید سکونجه راستونجه کلام AC اینجا حرف اش کنم AC سکونجه راستونجه چی میشد؟ هیپوتنوز معلوم است ریشه 5 بلندی 12 من اساس رو رفته میتونم AH رو رفته میتونم AH کوادرات جمع 12 کوادرات برابر 5 و از اینجا AH کوادرات برابر 5 minus 1 44 361 میشود و AH 9 است 19 یعنی از A تا H همه در روزی 19 است. یعنی اینجا من زبیم یعنی بسیار نمال ها استفاده برده ایستادم دیگه روم نده ایستادم که خط دیگه میتونم کرده شود سنجیدن در کار. اکنون بیاین یک دو داشته رو نویسم. چی دو داشته است؟ من چی افتم؟ A جمع 9 جمع Z برابر 19 افتم. باز چی میدارم؟ یا کنید سکونجه راستونجه 12 کوادرات جمع Z کوادرات برابر x کوادرات یعنی من با x باید یابم. باز چی داشته است؟ با چی گفته میتونم؟ اینجا A گفتم کنم اینجا هم A گفته میتونم یعنی اینجا 9 y 9 جمع هست اینجا 9 میشود و چی میشود اینجا x کوادرات رو هم چی گفته میتونم پایین گیرم x a کوادرات جمع x کوادرات a کوادرات جمع 12 کوادرات سوال ممکن کمتر یا من ناسمان رو نتوانسته ایستادم خیلی ببینید a کوادرات جمع
12 kvadrat برابر x kvadrat. من دوی سه‌گونجه رو استفاده کنم. سه‌گونجه f bc سه‌گونجه راستگونجه 12 kvadrat جمع a kvadrat x kvadrat و از بیرون هم z kvadrat جمع 12 kvadrat x kvadrat. از اینجا نگاه کنید هر دوی این یخل از x kvadrat 12 kvadrat a برابر z یعنی a برابر z. از اینجا من خصوص برآورده میتونم. اگر a برابر z باشد از یکم من چی گفته میتونم؟ a برابر z برابر 5 است. یعنی هر دوی این برابر 5 میشود. جمع 5 میشود. 5. از اینجا x ما یافته میتونم. x چند است؟ چقدر که ما گفتیم a kvadrat جمع 12 x kvadrat x برابر 13 میشود. x برابر 13 از روی فرموله فیثاگور. x را یافتیم. اکنون ما باید y رو یابیم. y چی گفته بودیم؟ y برابر a جمع 9. a گفتیم 5 است و y برابر میشود به 5 14 میشود. و از ما پریمتر رو میپرسد. یعنی x جمع y 27 ضرب 2 54 میشود. یعنی جواب ما 54. البته دیگر رو هم ممکن باشد. اگر یافته توانین در کامنتاری نویسین دیده برایم. کمتر ممکن من مشکل کار کردم. از سه‌گونجه و راستگونجه رفتم بسیار دیاگرام استفاده بردم خواستم و از آنجا پریمتری پارالگرام رو یافتم و حرکت کردم.